دوستان سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه. تنی یعقوبیان هستم، پیانیست، خواننده سوپرانو و مدرس پیانو. با هم میخوایم شروع بکنیم یک سری ویدیوهایی از آموزش پیانو به زبان ساده و امیدوارم که این سری ویدیوها رو ببینید و براتون مفید باشه. لطفاً اگر که این ویدیو رو پسندیدید لایک فراموش نشه و حتما کانال رو سابسکرایب بکنید. دوستان، برای جلسه اول ما شروع میکنیم با آشنایی با ساز پیانو. ساز پیانو چه سازی هست و نحوه صحیح نشستن پشت پیانو رو میخوایم امروز با هم یاد بگیریم. پس با من همراه باشید. ساز ما یعنی ساز پیانو که اسم کاملش پیانو فورته هست، در سال 1711 توسط بارتولومئو کریستوفوری که یک تعمیرکار معروف ساز کلافسن بود در فلورانس ایتالیا اختراع میشه. در واقع بارتولومئو یک تعمیرکار کلافسن بود که در خدمت خاندان اشرافی مدیچی اونجا کار میکرد و دائم در پی این بود که بتونه یک سازی رو اختراع کنه که هم قابلیت نواختن نوت‌های پیانو یعنی صدای ملایم رو داشته باشه و هم قابلیت نواختن فورته یعنی صداهای قوی رو داشته باشه. بنابراین سازی که اختراع میشه پیانو فورته نامگذاری میشه، یعنی سازی که میتونه هم نوت پیانو اجرا کنه هم فورته. پیانو متعلق به خانواده سازهای زهی کوبه‌ای هست. داخل پیانو این سیم ها هستن که ارتعاش پیدا میکنن و صوت رو میسازن و توسط چی به ارتعاش در میان؟ توسط چکش ها. بنابراین ساز پیانو یک ساز زهی کوبه‌ای هست، چکشی هست. یک نگاه دقیق تری به پیانو میندازیم. پیانو یک صفحه کلید یا کیبورد داره که از کلاویه های سفید و سیاه تشکیل شده. پیانو دارای 3 پدال هست: پدال دمپر، پدال ساستین و پدال اوناکوردا. پیانو در یک جعبه قرار داره که جعبه رزونانس پیانو هست و در واقع صدا داخل این جعبه قوی تر میشه و بیرون میاد. پشت پیانو ما ساوندبورد پیانو رو داریم و داخل پیانو که متشکل از سیم ها و چکش هاست. در یک نگاه دقیق تری که ما به کیبورد بندازیم میبینیم که کلاویه های سیاه ما به 2 گروه تقسیم میشن: گروه 2 تایی و گروه 3 تایی. از ابتدای پیانو اگر که ما شروع بکنیم، به جز این یکی کلاویه که تکی افتاده که در واقع 3مین کلاویه از سری کلاویه های سیاه 3 تایی هست، بقیهشون 2 تایی 3 تایی، 2 تایی 3 تایی، 2 تایی 3 تایی الی آخر. تا آخرین اکتاو ما این در واقع گروه بندی رو میبینیم. حالا نوت های ما و در واقع نحوه چینش اونها روی پیانو به چه صورت هست. کلاویه های 2 تایی رو اگر در نظر بگیریم، دور این کلاویه های 2 تایی مثل یک جزیره اگر فکر کنین، شما این 3 نوت رو دارین: دو، ره، می، دو، ره، می و همینطور این نوت ها تکرار میشن. همینطور در اکتاف های پایین تر، کلاویه 2 تایی، دو، ره، می، دو، ره، می، دو، ره، می و دور کلاویه های 3 تایی سیاه مثل یه جزیره دوباره ما نوت های فا، سول، لا، سی، فا، سول، لا، سی، فا، سول، لا، سی، فا، سول، لا، سی، فا، سول، لا، سی. میتونی خودتون تکرار کنید. فا، سول، لا، سی رو داریم. در واقع نوت های ما، الفبای موسیقی ما یعنی دو، ره، می، فا، سول، لا، سی
همینجوری پشت سر هم تکرار میشه و اگر شما با این مدل که من خدمتتون گفتم یاد بگیرین هیچ وقت جای نوت‌ها رو اشتباه نمی‌کنین. موضوع دیگه‌ای که درس امروز ما هست راجع به چگونگی نشستن پشت پیانو هست. نحوه نشستن پشت پیانو که از اصولی ترین در واقع مباحث هست و یکی از مهمترین. خب وقتی که پشت پیانو میشینیم حتما صندلیتون رو چک بکنیم. نه زیاد باید نزدیک پیانو باشیم و نه باید خیلی از پیانو دور باشیم. حتما صندلی رو درست کنید. وقتی که میشینید ببینید اگر که با کمر صاف بشینید دست شما باید بخوره به در واقع این قسمت پیانو. خب اگر که وقتی دستتون رو باز میکنید میبینید نمیرسه یعنی که دور هستین، یا اگر که میبینید که خم میشه یعنی خیلی نزدیک هستین. بنابراین فاصله درست فاصله ای هست که شما با دست صاف دستتون برسه به این در واقع برد پیانو. خب حالا طبیعتا ما اینجا قرار نیست که بنوازیم. دستمون رو میذاریم روی کلاویه های پیانو. میبینید که آرنج من یک زاویه ای داره، یک کم از بدنم فاصله داره که بتونه آزادانه حرکت کنه. کمرمون باید صاف باشه، خیلی مهمه. پاهامون روی زمین هست. اگر که کودکی دارید و پاهاش به زمین نمیرسه حتما یک چهارپایه باید زیر پاش قرار بدین. بنابراین پوزیشن درست برای نشستن پشت پیانو به این صورت هست: کمر صاف، سر روبرو، چون اینجا قراره ما کتابمون رو داشته باشیم، نوت هامون رو داشته باشیم و دست هامون که با یک فاصله اینجوری یعنی نباید بچسبه به بدنمون. دستمون آزاد باید باشه که باید حرکت آزاد داشته باشه. و مچ دستمون خیلی مهمه که ما از ابتدا درست دستمون رو بذاریم روی کلاویه ها. مچ دست ما باید به چه صورت باشه؟ این خیلی مهمه. مچ دست ما باید صاف باشه، نباید این قوس رو داشته باشه یا شکسته باشه. به این صورت مچ دست باید کاملا صاف و نرمال باشه. شما میتونید پاشید بایستید، دستتون رو کنار بدنتون بذارید. مچ شما در چه حالتی قرار میگیرن؟ در حالت نرمال. همین حالت نرمال رو ما میخوایم برای پیانو، یعنی هیچ مدل آنورمالی رو نداریم. بنابراین همون جوری که دستمون وقتی پایین آویزونه چجوری هست، انگشتمون به چه سمتی هست، خمیدگیش همون مدله. یا میتونید بزنید دستتون رو روی زانوهاتون، همون فرمی که میگیره. خیلی وقتا توی کتابا به بچه‌ها اینجوری توضیح میدن که فکر کن که یه توپ کوچولو توی دستت داری و همینو برمیگردونی روی پیانو. اینطوری هم میشه فکر کنی که یه نارنگی یا پرتقال یه توپ کوچولو دارین و توی دستتون گرفتین. خب ولی حواسمون باشه قرار نیست ما این شکلی پیانو بزنیم. یعنی برای همین میگم که هر جور که نرماله، همونجور که دستتون نرماله باید دستتون رو شل بکنین از شونتون، از آرنجتون و کلا دست آزاد. حواستون باشه هیچ گونه تنشنی نباید توی دستتون باشه. کاملا آزاد، کاملا سبک و دست قرار میگیره روی پیانو. این برای جلسه امروزمون. توی این مدت لطفاً شما چه کار بکنید؟ جای نوت ها رو همونجوری که من به شما یاد دادم، دو ره می فا سول لا سی، اینها رو برای خودتون تکرار کنید. میتونید با دست با پوزیشن درست روی هر نوتی که میخواین تصادفی بیفتین و اسمشو بگین. سول، فا، بدون که فکر کنید. می، ره، میبینید چجوری میفتم روی نوت. لا، ره، می، ره، می، دو، سی، ره و الی آخر. تمرین کنید تا ویدیو بعدی. خدا نگهدار.